پاسارگاد از اولین آثار معماری دوره هخامنشیانه و اون رو به عنوان اولین پایتخت هخامنشیان میشناسن. مجموعه پاسارگاد شامل دژ دفاعی، باغ بزرگ، کاخ کوروش، کاخ مسکونی و دروازه هایی که گمان میره 2 گاو بالدار از اون محافظت میکردن و مقبره کوروشه که مقبره کوروش از نمونه های پابرجای این مجموعه است و ساختمانی چند پله شبیه معبد چغازنبیل. کاخ آپادانا رو هم دومین پایتخت هخامنشیان میدونن. و اما تخت جمشید یا با نام دیگرش پارسه مهمترین معماری عصر هخامنشیانه که تو دامنه کوه رحمت و مشرف بر جلگه وسیع مرودشت تو فارسه. اینجا برای تشریفاتی برای اجرای مراسم آیینی و جشن‌های اون دوران بوده، شامل کاخ‌ها و تالارهای ستوندار و بناهای متعدد بر روی صفحه بلنده. ورودی اون رو پلکان‌های وسیعی میسازه که شمار اونها تو هر طرف به 110 عدد میرسه. این پلکان‌ها تزئیناتی شامل 3 ردیف سربازانی پارسی و مادی، سربازان جاویدان و نمایندگان 28 ملل تابعه در حال ارائه هدایاشون نشون میده. بناهای موجود تو مجموعه تخت جمشید شامل کاخ آپادانا، دروازه و تالار خشایارشا، کاخ داریوش که بهش تچر هم میگن و به معنی کاخ زمستانیه، تالار ورودی، 2 دروازه، تالار شورا، تالار هدیش، کاخ اردشیره.